1.5 متر پارچه نیاز داریم. دلا میکنیم و بعد رو هم میذاریم. دلای بسته اینجاست و 8 سانت به داخل میریم، 3 سانت میایم پایین و 12 سانت هم میریم پایین برای جلو و پشت. از سرشونه 0 تا اینجا 6 سانت میایم پایین، خط میکشیم، این خط رو رسم میکنیم، میریم پایین. دور بازومون به علاوه 5 سانت گشادی میدیم. دور سینه‌مون به علاوه 10 سانت. این مونده به خودتون که چقدر بیشتر باشه یا کمتر باشه. من 10 سانت گرفتم. دور بازن به علاوه 10 سانت. این خط رو میکشیم به صورت مورب و بعد اینجا رو 6 سانت اینجا، 6 سانت اینجا هلال. این یه شومیزه. حالا بلندی آستینمون رو هر چقدر که دوست داریم میگیریم. من میخوام که شومیزم آستینش بلند باشه. این یه مدل شومیزه که جلوش کوتاه‌تر از پشتشه. ولی اگه خواستین که گوشه لباستون دنباله داشته باشه، از بغل‌ها پهلوها ریزش داشته باشه، به اندازه 10 سانت میایم پایین، یه خط میکشیم و اینو گرد میبریم. اینو دور ریز میکنیم و همین یه تیکه رو میدوزیم. این بغلا رو همه رو دورشون دوخته میشه و میشه یه شومیز با گوشه هایی که ریزش زیادی داره. ولی من میخوام این شومیزمون بغلاش صاف باشه. پس میبریم خب 8 سانت اومدیم، 8 سانت رفتیم داخل، 3 سانت اومدیم پای مال پشت بریدیم. حالا قسمت یقه جلو، این یقه جلومون پهلو رو میبریم. اینم از شومیزم میدوزیمش و ببینیم که چجوری میشه. اول سرشونه ها رو هم میزنیم. این میشه شومیزم. شما از بغلم میتونید چاک بذارین براش یا اینکه تا انتها اول جلو رو پس دوز. اگه خواستین پهلو رو چاک بذارین که تا همینجا میدوزین، بعد پاک دوزی میکنین. ولی اگه خواستین که چاک نداشته باشه، جلو رو تو دوزی میکنین، تمیز دوزیش میکنین و بعد پهلو رو میدوزین و بغلای اینم پاک دوزی میکنین. یقش رو میتونید سجاب بدین یا از خودش نوروری بگیریم بزنین یا با نوروری به هم رنگش